راوستان بیدنگ اول آواهی جوات سیناتوران یا کلکا آواهی کنگرسی امریکا هاتی کرن یک جچندی خونیشاندانانه که یکتیا کارمندن حکومت لسرانسری امریکا پیکینان بوزیده کرنا گواشه لسر اندام کنگرسی بوبداوی اینانا داخستنا بشکی کار حکومت یان ده طول هلدان هبت لحل بجارترین سالا 2020 دا. دراستی ده دنگدان گرینگ جبرگو لدما هلبجارتن انتین والبیرا آبه به یکی دنگ جبو برجواندی مبده. هر جمعه 12 سالا بوری نزدیک 800,000 کارمندن حکومت فدرال جکار هاتینه دور خستن یا جی ناچار هاتینه کرن کاری به برانبر بکن وکو بشک جداخستنا کار حکومت لسر هبرکیا بوجا سروک دونالد ترامپ داخواست کری با آواکرنا دیوار سنوری لسر تخیب باشور امریکا به بهای 5.7 میلیارد دلاران و دموکراتین کنگرسی دجیوه داخوازه نه. حتی نها چشوان خونیشاندانان انجام بخواه نگرتینه و دوزا قانونی یا یکتیا کارمندان که داخستنا بشکا کار حکومت زدگاوی بسر قانون کاری جی به انجام بو جبر که دادگه دو دلن لسر تبلیبون ده هفرکین سیاسی دا. اونها هندک پشتوان کارمندان داخوازا پیکینان پینگاوندی دکن وکو به همودان به بهانا نخوشی دا باندورک خراب لسر کار گرینگن حکومت بکن. It would be about getting public attention and even more important causing the government to focus on this problem. یکتیا کارمندان استراتیجیا بهم و دانا به بهانه نخوشی پسند نکر که رنگ ببته اگر کارمند جکاری به ندر کرن و هر وسا قانون فدرال ریگریه لمانگرتنا کارمندن حکومت دکت به هر آلیه که و ریجا دور کرنا کارمندن پاراستنا فروک خانه گهشتیه 10 صده. زویان درنگ کس نچارنابه به بهانه یا نخوشی کار نکه جبر کشنهاو پیدا خلکی پارنابن بانزین بخنه اتومبیلن خوا و بین سرکاری بچه آوایی که بچه نبونا دراوی یا جمان گرتنی کمبونا هجمارا کارمندان بوی آستان دکار آسایی فروکا خانه دا و رنگ گواش زیده تر بکد بو بداوی اینانا داخستنا حکومته.